این فیلتر این شکلی که باید به اعضای بدن پسرها یا مردا نمره بدیم. این نظر شخصی منه، ممکنه نظر شما فرق کنه، ولی خوشحال میشم نظرتون رو توی کامنت ها بدونم. گردن یا شاید هم رگ گردن، سوسو نزیاد 7، بازو 6، لبخند چرا؟ لبخند به نظر من جذاب. رگ درس اونقدر نه، ولی خب جذاب هست. بینی نزیاد. به نظر من صرفا دستای کشیده تر و اینا قشنگ ترن. ران فکر نمی‌کنم زیاد مشکلی باشه. چشم چرا؟ چشم برای من مهمه و نه اینکه رنگی باشه، ولی فرم چشم و رنگ چشم و اینا به نظر من کلا چشم دروازه‌ای هستن به این که آدم بتونه آدم ها رو بهتر ببینه و بشناسه. میدونی من به این که آدم ها رو از تو چشاشون میشه تا حدی شناخت اعتقاد دارم بهش. و 2 سیکس پک 4 سوسوه. پشت حقیقتا برای من جایگاه هم 4 رو داشت یا 5، ولی 10 میذارمش دیگه، جا نداره.